اینا رفته بودم بیرون. حالا که سلام بکنم براتون. سلام عشقای دلم، چطوری؟ اینا رفته بودم بیرون، یه باد اسپلاش برام گرفتن. من گفته بودم که بگیرن. بچه بوش انقدر خوبه، کاش میتونستید شما هم بوش کنید. من از همون مغازه خب اینم گرفتم از همون مغازه. خب بعد اینم گرفتم از همون مغازه، اینم گرفتم از همون مغازه، اینم گرفتم، بعد اینم گرفتم ازش. راضیم. یه هایلایتریه خیلی خوشگله. حالا بذار دستم بزنم براتون نشون بدم. خب بچه ببینید خیلی زیباست، خیلی. براتون نشون میدم از را اگه خواستید بخرید. اینطوریه. زوم کن دیگه. آره اینطوری. بچه زوم کرده به اتاق خوشگل من، اصلا خیلی داغونه و خب اینو نشونشون بدم. آره زوم کرد رو اینطوری. آره اینطوریه دیگه. اونجایی که وزم خیلی داغونه خودمو نشون نمیدم، حالا که نشون میدم ولی خب واو. من بهتون اطلاع بدم که باز شد دیگه. اینجا کتابخونه منه که روش استند و اینا گذاشتم. حالا ولش به جوی میذارش استفاده کردم دیگه. بعد اینجا کلی وسیله است، میخوام همه اینا رو در بچه ببخشید مامانم هم داره تو خونه جارو میزنه خونه رو. بعد من چی کار کنم؟ اینجا رو کلا کامل همه چیشو در میارم. از اول اینجاها میذارم. میبینید چقدر مسائل است. بعد اینا هم باید بذارم، اینا هم باید بذارم. تو اینو فقط فاجعه است. به به. بعد این کموده میخوام رو بذارم. بزن بریم let's go. اینجا رو کلن میبینید که کلن خالی کردم. بعد کلی وسایل یادگاری پیدا کردم. بعد اینا دیگه قابه اینا که کوریم میبینم اینو نشونتون دارم. بعد پنکه و اینا. حالا بچه ها داشتم میگفتم که من برم همه کار را انجام بدم. الان از قبل براتون میذارم، بعدم از بعد براتون میذارم دیگه. فکر کنم باید کافی ویدیو گرفته باشم. حالا اگه بتونم وقتی دارم تمیزش میکنم از همه چی ویدیو میذارم، ولی من باید گوشیم شارژ شه. خب بعد گوشیم 13% شارژ داره. بعد اینجا شارژ رو گذاشتم که شارژ شه، ولی خب دیگه وقتی ویدیو میگیرم بالاخره شارژ که نمیشه زیاد. من برای همین میگم ویدیو نگیرم. حالا ویدیو شاید یک چوبو کم بشه، نمیدونم. بعد اگه در حدی که بتونم براتون ویدیو رو میگیرم. ببینید چقدر خوب همه چیا خیلی سنگی شده، همه چیا مرتب اینجا جا دادم. حالا بریم ببینیم بر کدومش قسمت میشه که اینا رو جا بدیم. اینا ببین، اینا نه، این بعد بچه اینو نشونتون میدم بعدم. بعد این که برای استن لوازم آرایشیمه. بعد اینو دیگه وسایل اسکراب بوک و اینا میره اون کمد. بعد اونا هم هیچی. بعد بیای براتون اینو توضیح بدم با بچه ها. میای براتون نشون بدم چیه. بچه این تمام وسایلی که این مدت از خانم معلمم گرفتم همشون رو گذاشتم اینجا. همشون رو یعنی. بعد بذارید براتون نشون بدم. بازش کردم اینطوریه. بعد توش
یک کاغذ، بعد دفترچه ها و کلا برای براتون می‌کنم. مسئله بهم داده اینطوری گذاشتم اینجا. به نظرم بهترین کاریه که میتونی انجام بدیم و خب دیگه براتون میمونه یه خاطره هیجان انگیز و خوب به نظر من. آره دیگه، اینم از این. اینو بغلی میذارم با بازی فکری من اینجا بمونه. حالا بیاین اینجا رو که هیچی نگذاشتیم. آره بچه میخوام اول اینا رو بذارم. بچه اینو استفاده نکردم. اون کرا میگره کلن اصلا صفر استفاده کردنم. بعد میخوام این کاغذ آچارهایی که ریدم بهشون رو بذارم اینجا. آره بعد اول اینو میذارم این گوشه و اینم میذارم اینجا. آلبوم کوچولو دیوان. بچه ببینید کارتا رو عشق کنید بچه. وای بازیکن مورد علاقم، فیوریتم، عشق دلم، پدری گونزالس. آره 100 تا ازش کارت دارم. آره اینم بذاریم اینجا. حالا این عینک کوریمو بذاریم اینجا. بعد مسئله دستن سازم همشون تمام شده. وقتی دستن سازم خیلی ناراحتم خیلی. بعد اینو اینجا بذاریم. بعد وایزین مو این هم مسئله مو. بعد کشایی که باید دقت نکنیم بهشون. بچه این اندازه کل زندگیم باز شده. بعد یه دونه کلیپس خیلی دوستش دارم، خیلی ناناسه. بچه انقدر از این کلیپس چیز گرفتم اسمشون یادم رفت. از اون کلا خفه شو. آره اینقدر ازشون گرفتم که شکوندمشون دیگه. تصمیمم از اینا بگیرم. بعد مامانم نگذاشت که از اونا بگیرم. گفت میخوای بشکنی دیگه، چرا میخوای بخری؟ واقعا پولمو هدر میدم. اینو نمیدونم چرا اینجاست ولی خب گذاشتم همون جایی که هست. بعد یه دونه این، بعدش یه دونه این اکسسوری، بعدش هیچی. اینم میخوام بذارم اینجا، چاری ندارم. اکسسوری که خیلی ازشون استفاده میکنم اینجاست. این خب حالا اینجا رو باز میکنیم. بچه این شد فلق تمیز کردن اتاق. دیگه نمیخوام بچه اینجا رو برم تمیز کنم. بچه دیگه گوشیمو میذارم چارج، از هیچی براتون ویدیو نمیگیرم فعلا. بچه دیگه نهارم خوردم و میخوام برم دو ادیت انجام بدم. همین دیگه فعلا. خب بچه سلامی دوباره. اونم کالیتون خوب باشه. همه خوابن، منم خواب بودم. خواب که نبودم، گوشی نگاه میکردم و همون بعضش خیلی بده میتونم. و الان میخوام برم حمام که وقتی از حمام در اومدم خواهم موهامو آفریقایی ببندم. و بعد از اینکه آفریقایی بس اگه جایی نرفتیم میخوام باتون برای اتاقم ایده‌هایی که پیدا کردم از چت‌جی‌پی‌تی پرسیدم و دونم برام گفتم پیدا کردم و براتون بگم. حالا الان ساعت 17:02 است، یعنی 52 دقیقه است. الان دیگه میخوام برم زودتون سریع که تا ساعت 6 یا 7 که کلا کاملا خواهم ببنده تا بتونم برم بیرون. و بعد از اینکه از بیرونم اومدم براتون
دیگه میگفتم ایده برای اتاقم رو درست کنیم با هم که حالا من تو سری میرم و برمیگردم پیشتون به دوشم دارم شدش زیاد نیست یه روشه فعلا. من از همون در اومدم نور داره کورم میکنه. از همون در اومدم همون خوش نمیکنم چون گفتم دیگه خرم میخواد روسی میگم آفریقایی ببافه موهامو خیلی خوشگل میشه به نظرم که بریم ببافه. بچه‌ها چندش آره بچه داشتم میگفتم من فقط 4 تا فقط 3 تا از موهامو با بافت خواهرم هممون خسته شد هممون نمیدونم قراره تا ساعت چند ببافیم موهامون. الان ساعت 18:52 یعنی ساعت 6:52 دقیقه است داره 7 حتی میشه. نه 18:52 6:52 آره اوکی که بریم ببافیم. زیبایی آسمان خیلی خوشگله فقط دوربین من خاکیه حس میکنم. هلو بچه ها موهامو قشنگ آفریقایی پایینشو اوکیشو باید مونده بالا هم اوکی کنیم. موهام قشنگ پایینش میشه آفریقایی. واقعا آفریقایی خیلی دوست دارم. بافت آفریقایی خیلی دوست دارم. همچنین خواهرم میگم آفریقایی ببند ببینم دستش کار نکنه عجیب دلم. ببینیم بچه دوباره این ساختمان بینامامون البته ساختمان ما نیست بچه ببینید اینجا فضاش خیلی خوشگله. خب اونجا و این رو نمیگم اونجاها ببینید حتی اینجا هم سرسبز و زیباست. بعد اینجا جلومون یه درخت نگاه میواش نگاه. بعد اینجا یه ساختمان درست کردن بینما. آقا چی میشد فقط از اون نما میزدید بهش انگ کرده رو طبیعت انگ کرده رو چیزه اونه چی میگن بچه یادم رفت چیه ساختمان بدون نما انگ کرده نمیدونم بچه یادم رفت بذار از مامانم بپرسم. یادم رفت مامانم هم نمیدونه مامانم هم نمیفهمه که دارم چی میگم بهش. آره دیگه اینطوری اینو اصلا دوست ندارم بچه بهش توجه نکنید. این از ماهای من به ماهای من توجه کنید بچه خیلی بایستی جلو میمیرم دیگه همین امام خوبه. بعد یه کوچولو گفتیم اصرار کنیم تا برای راند بعدی راند چیه؟ راند بعدی که میشه بالایی میخوام. به به کیک شکلاتی. خب بچه اینم از اتمام کار خیلی خوشگل شدم. میدونم نیاز نیست که بگید آره دیگه